ماهی فوریه از روی معیار مترولوژی حرارت میانه آب و هوا در ولایت سوخت سرد می شود. در این باره عبدولی حمیدوف سردار مرکزی آب و هواسنجی ولایت سوخت اطلاع داد. بنا به گفته او وضع آب و هوا دوام ماه آخر زمستان یعنی فوریه سرد خواهد شد. عبدولی حمیدوف هنگام صحبت تلفنی با ما عید وضع آب و هوا در ولایت سوخت معلومات پوره داد. ماه فوریه از حرارتی سریع تمپراتور گویا حرارت میانی هوا که از 5 تا 5 گرادوس خنکی را نشان داد شده است و مقدار بارشات از 58 تا 35 تا 58 میلیمتر بارشات را نشان داده شده است. در ناحیه‌های دامنه‌کوه باشد در ناحیه‌های دامنه‌کوه حرارت هوا را نشان داده شده است که از 0 گرادوس تا 7 گرادوس گرمی را نشان داده شده است. مقدار بارشات 17-24 میلیمتر را پیشگویی می شود در ماه فوریه. بنا به اطلاع مرکزی آب و هواسنجی و اجنسی آب و هواشناسی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت دوام ماه فوریه در وادی‌های کوهی حرارت هوا 2-4 گرادوس گرم شده مقدار بارشات از 22 تا 24 میلیمتر خواهد شد. از سال 29 تا 31 ژانویه سال جاری در سوخت هوای تغییر یابنده بی بارش و در ناحیه‌های کوهی تمن می‌فراید. شمال از سمت شرق با سرعت 3-8 متر در هر ثانیه می‌وزد. در بعضی حالت‌ها باشد شدتناکی وزش شمال 10-15 متر را تشکیل می‌دهد. حرارت هوا در وادی‌ها شبانه از 0 تا 3 گرادوس روزانه 6-10 گرادوس گرمی را نشان داده شده است. در دامنه‌کوه باشد شبانه از -2 تا +4 روزانه باشد 12-15 گرادوس گرم می شود. در ناحیه‌های کوهی باشد شبانه 15-16 گرادوس خنک و روزانه از -2 تا +3 گرم می شود. سنه 30 ژانویه در ناحیه‌های علایدی کوهی بارشات نسبتاً سست مرحلوی 0.5 میلیمتر در نظر است. در بسیاری ناحیه‌های کوهی و دامنه‌کوه شبانه حرارت هوا به نهایت بلند شده یخبندی به مشاهده می‌رسد که در راه‌های نقلیاتگرد اساساً راه‌های نقلیاتگردی کوهی یخبندی شبانه به نظر می‌رسد و روزانه در بعضی ناحیه‌ها از حساب صاف بودن هوا تمن می‌فراید که در ناحیه‌های کوهی و ناحیه‌های دامنه‌کوه تمن می‌فراید. در شهر خوجند از حساب گرم بودن حرارت آب سردریا سحر در بعض موردها تومنی تنوگ می‌فراید. اینچنین بنا به گفته آب و هواشناسان فرآمدنی تومنی غوث نیز به نظر می‌رسد. سردار مرکزی آب و هواسنجی در ولایت سوخت عبدولی حمیدوف همچنین عید وضعی راه‌های دوشنبه خوجند چناق به ما معلومات داد. راه‌های دوشنبه خوجند از حساب صاف شدن هوا شبانه یخبندی به وجود می آید که در ناحیه شهرستان و ناحیه عینی برآمدنی به عقبه در وقت‌های سحری و شبانه تمن به نظر می رسد که تمنی هم تنوک هم شبانه باشد تمنی تنوک و روزانه باشد تمنی غفص سحری باشد تمنی غفص نشان داده شده. تمنی تنوکش دیده شونده میتواند که تا 20-25 متر بیند. تمنی غفصش دیده شونده همگی 1-2 متر پیشش میبیند و خلاص. آب و هواشناسان فرآمدن تومنی تنوک را به حرارت آب دریا وابسته می‌کنند. در حالت از حد زیاد گرم شدن حرارت آب دریا فرآمدن تومنی غوث نیز به نظر می‌رسد. گزارش گنجینه عالم و اعظم جان رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.